درود به مخاطبین عزیز، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزها یک سوالی که شاید ذهن میلیون ها ایرانی رو درگیر کرده و البته دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم حسابی دارن راجع به این قضیه تحقیق میکنن، این هستش که جاسوس واقعی موساد کف تهران کی بوده. و دیدی اکثر عملیاتایی که اسرائیل انجام داده بود فراتر از یک جنگ سایبری بود. یعنی خیلی از سردارای سپاه خود مسئولین اومده بودن مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که آقا اصلا اینا واتساپ نداشتن، اصلا گوشی هوشمند نداشتن. اینا یکی از اون دخترش اومد گفت اصلا بابام 3-4 روز خبر نداشتم، با دود مثلا پیام میدادیم اینا. پس مشخصه که توی اون سیستم جاسوس وجود داشته. حتی چند روز پیش اومدن گفتن که یه جلسه بوده، جلسه شورای امنیت، که 9-10 تا از نفرات اصلی ایران مثل رئیس جمهور، مثل رئیس مجلس، سران سقوبا و کسای دیگه تو جلسه بودن و اسرائیل درهای ورودی و خروجی اونجا رو زده بود. یعنی آدرس موقعیت مکانی ورود و خروج درها رو داشته که میگفتن اینا از کانال کولر رو این جای دیگه فرار کردن رفتن. بعدش چند وقت من گفتم. و سوالی که وجود داره این هستش که جاسوس کیه؟ سوال دوم دیگه ای که حالا قراره تو این ویدیو بهش پاسخ بدیم هستش که آیا جنگ ایران و اسرائیل دوباره برمیگرده یا آیا اون چیزی که ما دیدیم فقط یک بازی هوشمندانه اطلاعاتی بوده یا چیز دیگه. و خلاصه همه اینها رو توی این ویدیو بررسی خواهیم کرد، ببینیم که آقا اصل داستان چی بوده. میخوام یه در جدیدی رو توی این ویدیو برای شما باز بکنم. ماجرا فقط به یک جنگ 12 روزه خلاصه نمیشه. ما تو دل یک نقشه خیلی پیچیده تر و مخوفتریم که از همون لحظه آتش بس شروع شد. اگه حالا تو این ویدیو بذارید بگم که چه اتفاقاتی افتاده، آمار دقیق رو با هم دیگه مرور بکنیم، اهداف واقعی رو وقتی تحلیل بکنیم و با هم بفهمیم که چرا این آتش بس در ظاهر پایان جنگ بوده اما در باطن فقط یک شروع تازه بوده، شروع یک بازی مرکب اطلاعاتی. و آیا جنگ ایران و اسرائیل باز خواهد گشت یا فقط یک نمایش بود؟ و از همه جالبتر اینه، من بارها اینو گفتم، ایران گفته که ما پیروز شدیم، اسرائیل هم گفته ما پیروز شدیم، امریکا هم از اون ور پیدا شده گفته که ما پیروز شدیم. آیا واقعا همشون با هم پیروز شدن؟ سوال دیگه. یا فقط ما مردم بودیم که توی این بازی پیچیده شکست خوردیم، که من این احتمال آخر رو بیشتر میبینم. شاید هم راست بگن، یعنی دولت مردای ایرانی برنده شدن، اسرائیلیا به هدفشون رسیدن، امریکایی‌ها اونا به اینای رسیدن و این ما مردم بودیم که توی این وضعیتی که گفتن آقا میزنه تا دسته رفت تو پا ما. یعنی قیمت یورو دلار رفت بالا، کی ضررش کرد؟ ما مردم دیگه. حالا یه دم تو خارج از کشوری تو خوش با حال یورو دلار در میاد، من ناش کل ایرانیه که خارج، بابا طرف عزیزاش تو ایرانه، این اینجا اشغال بکنه، بابا و مامانش و خواهر و برادرش تو ایران زجر بکشن، بفکر به این خوش میگذره، بفکر کنم ایرانی خوش میگذره، اینا بذارید کنار. با هم حالا مرور کنیم از اول این شروع جنگ و گام به گام و این وقایعش. وقتی گام به گام با هم بریم جلو میفهمید که جاسوس کی بوده، کجا بوده، چه ضرباتی زده. حالا میدونم دیگه قطعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، حالا چه این وریش چه اون وریش، شاید بخوان این ویدیو رو ببینن و نکات خاص خودشون رو برداشت بکنن. شاید، نمیگم که واقعا، اما نکات مهمی رو تو این ویدیو خواهیم گفت. البته یه لطف بکنید اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب ندارید یه ساب ریزی بزنید، یه لایکی بکنید، برای دوستان خودتون بفرستید. در روزهای ابتدایی جنگ فضای رسانی کاملا تحت سلطه اخبار حملات بود. از یه طرف پهپادهای ارزون قیمت ایرانی، پهپادهای $20,000 که یکی پرواز میکردن و اسرائیل رو مجبور میکردن که میلیون ها دلار خرج کنه تا اونا رو بزن. یک بازی کاملا روانی اقتصادی بود. ایران ظاهرا داشت اسرائیل رو فرسوده میکرد.
اما پشت این ماجرا یه حقیقت تلخه که کمتر کس دیده. آسمون ایران از روز اول جنگ تو دست اسرائیل، مثلا تو مشتش. جنگنده‌های اسرائیلی هم هر کجا رو که میخواستن، هر ساعتی که اراده میکردن وارد حریم هوایی میشدن، پایگاه حساس رو میزدن بدون حتی یک رهگیری واقعی و برگشتن. چرا اینقدر راحت؟ مشکل اصلی پدافند هوایی ایران بود که فرسوده بود، قدیمی بود، یا حتی دسترسی خوبی به سیستم‌های بروز دنیا نداشتن. زیر ساخت‌های قدیمی، تکنولوژی‌های عقب مونده، ضعف شبکه فرماندهی و حتی نفوذ در سیستم‌های دفاعی. در واقع اسرائیل نیازی نداشت که هزاران موشک بزنه، کافیه پایگاه کلیدی سپاه رو شناسایی و حذف کنه. اهداف واقعی اسرائیل یه مقداری استراتژیک تر بود. یعنی اسرائیل از همون روز اول جنگ خیلی مشخص بود، میخواست ژنرال ها، فرمانده‌های میدانی نیروی قدس سپاه، فرمانده‌های اصلی سپاه، تخریب پایگاه‌های اصلی تو تهران و کرمان و اصفهان و شیراز، الخصوص غرب کشور که لانچرهای موشک‌ها اونجا وجود داشته، و ایجاد شکاف امنیتی داخلی که در این آخریه به نظر من خیلی موفق. اسرائیلی‌ها میدونستن که اگه بتونن رأس هرم سپاه رو هدف قرار بدن، ساختار نیابتی ایران تو منطقه از لبنان تا سوریه و عراق فرو میریزن. که البته مقام‌های ایران میگفتن که ما بعد از ترور ژنرال هامون و مقام‌های سپاه بلا فاصله در کمتر از 24 ساعت فرمانده‌های جدید اومدن سر کار و این فرمانده‌های جدید گیج و گنگ نبودن، بلا فاصله عملیات ضد حمله رو شروع کردن و حمله کردن به نقاط استراتژیک دشمن. که البته اینو هم بگم که در رسانه‌های عبری و رسانه‌های خارج از کشور که اخبار اینا رو پوشش میدن، اینو گفتن آقا ژنرالاشون رو زدن، ولی دمشون گرم اینا بلافاصله جواب دادن. اینو هم بعد بگیم، آقا عدالت دیگه، خبرها رو بعد بگیم، گور شود آن که نتواند دید. واقعیت رو بعد بگم، همینجوری که میگم آقا دهنه ایران و اسرائیل سرویس، که ایرانی هم جواب دادن. یعنی این به نظر من یک حرکت قدرتمند بود که برای ایران بعد تو قسمت کار مثبتش یه تیک بزنیم در قبال دزدی‌ها و نمیدونم سیستم ضعیف پدافندی چیزای اما این حملات در ظاهر متوقف شد. چرا؟ به خاطر اینکه همون لحظه‌ای که آتش بس اعلام شد، خب خیلی شیک و مجلسی گفتم حمله تم. یعنی اما این پازل آتش بس آغاز بازی مرکب اطلاعاتی بود. از اینجا گوش بدید، جالب. لحظه‌ای که آمریکا وارد عمل شد، سایت‌های هسته ایران هدف گرفت. ایران هم حالا به قول خودش پاسخ متقابل داد و گفتش که ما هم یه سری پایگاه‌های امریکا رو زدیم. ترامپ هم اومد یه بازی روانی رو انداخت، گفت به ما گفتن که می‌خوایم فلان پایگاه رو بزنیم، ما هم گفتیم بفرمایید بزنید و اونا هم زدن. البته اینا بازی‌های سیاسی همه میدونیم دیگه. اون ترامپ یه سیاستمدار یه جوری حرف میزنه که ایران رو تخریب بکنه، مقام‌های ایرانو، ایران هم یه جوری صحبت میکنه که اونو تخریب بکنه دیگه. یعنی جنگ رفیق نیستن، ما هم میخوان در حد مرگ هم دیگه رو بزنن. خب ببینید، بذارید یکم دقیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم. اسرائیل دقیقاً شب آخر جنگ 10 پایگاهی که میتونست با جنگنده رو بزنه زد. گفت حالا دیگه نیازی نیست ادامه پیدا کنه. بعدش هم گفت ما از این به بعد، اینجاش مهمه، گفت ما از این به بعد فقط پهپاد میفرستیم و عملیاتامون رو با هزینه کمتری انجام میدیم. پس آتش بس به ظاهر صلح نبود، در واقع تله بود. چرا؟ چون اگه دقت کرده باشید 6 ساعت آخری که میخواست اتفاق بیفته، اسرائیل بکوب زد. یعنی داشت از پایین رنده میکرد میومد بالا، از بالا داشت رنده میکرد میومد، تمام سیستم راداری و پدافندی ایران رو جوری نابود کرد که الان که 1 ماه گذشته هواپیما تو طول شب نمیتونن، یعنی در 20 روز اول که اصلا هواپیما نمیتونستن بلند شن، چون سیستم دفاعی ایران هواپیمای شخصی رو میتونست جنگنده تشخیص بده و سیستم دفاعی ایران اون موشک‌های باور 373 یا با موشک‌های دیگه‌ای که زمین به هوا هستن ممکن بود هواپیمای مسافر بری رو اشتباه بگیرن. یعنی ببینید چه هکی انجام داده بود اسرائیل گفت خیلی جنگنده کارشون رو سنگین انجام دادن، گفتن که از حالا به بعد دیگه پهپادا با خیال راحت میتونن بیان بزنن برن. پس آتش بس شد.
اسرائیل که داشت ترورش رو انجام میداد، یعنی اصلا کاری نداشت که، اسرائیل داشت ترورش رو انجام میداد. گفتش که اوکی میام الان آتش بس میکنم. خیلی شیک و مجلسی. اول پایگاه رو زد تو 6 ساعت آخر. پایگاه رو زد، گفت خب دیگه از الان بعد من دیگه لازم نیست جنگنده بلند کنم. چرا؟ چون در مقابل هر حملاتی که اسرائیل انجام میداد ایران بلافاصله موشک میزد سمت اسرائیل. هر یه موشک 20 دلاری، یه 20000 دلاری، پهپاد 20 دلاری ایران مینداخت، اسرائیل بعد 1 میلیون دلار پیاده میشد. گفت آقا بیا نقشه بکشیم. نقشه چی بود؟ گفت آقا آتش بس. ما که ترورامون رو داریم انجام میدیم، ما که داریم میزنیم، فقط میگیم آتش بس که ما فقط بزنیم. اونا که زورشون به ما نمیرسه که، چون ما فقط زدیم. ببینید آمار دقیق تلفات رو شما اگه ببینید متوجه میشید. طبق داده‌های مختلف ایران بیش از 12 فرمانده ارشدش رو تو همون 2-3 روز اول از دست داد. خیلی بودن ها، یعنی فرمانده، من دارم راجع به فرمانده‌های ارشد صحبت میکنم. چند ده پایگاه مهم سپاه به طور کامل زیر ساختاش نابود شد. علل خصوص تو مناطق مرزی که اونجا که دیگه اصلا آسیبای جدی جبران پذیر داشت. اما در مقابل اسرائیل حتی یک ژنرال مهمش رو هم از دست نداد. اما هزینه‌های مالی جنگ برای اسرائیل بالا بود. اما سقف امنیتیش رو از دست نداده بود. یعنی از لحاظ اقتصادی هم ایران ضرر سنگین‌تری زد به اسرائیل. ایران هزاران پهپاد ارزون قیمت میفرستاخت، دستاورد نداشت که بزنه به تکونا، اما فقط میخواست هزینه بذاره رو دست اسرائیلیا و اصلا فقط برای اینکه دفاع بکنه هزینه کرد. یعنی در واقع اهداف استراتژیکش رو حفظ کرد. اما مسئله جاسوس و عمق بحران امنیتی موضوع دیگه است. بعد از جنگ ایران این قضیه وارد بحث جدیدتری شد، فاز جدیدتری شد، جستجوی جاسوس چیزای دیگه. دولت ایران 1000 نفر رو دستگیر، هزاران نفر رو دستگیر کرد. افغانا رو هم این توی ایری ویری اینا جاسوسن. این طبق آمار خودشون از بین اون چند ده هزار نفری که خودشون گفتن جاسوس بودن، فقط 17 جاسوس واقعی افغان رو شناسایی کرده بودن. حتی خب یه سری آدمای دیگه هم واقعا از اعترافاتشون شما میدیدید که یعنی اخراج افغان‌ها بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا یک اقدام اطلاعاتی واقعی. اینو هم بعد در این کنار بذاریم. پس جاسوس اصلی کی بود؟ سوال اینجاست که جاسوس کیه؟ اون کسایی بودن که دستور دادن آتش بس بشه. اون کسی بود که گفت الان لحظه ایه که باید این ماجرا متوقف بشه. چرا؟ گفت آتش بس بدید که ایران موشک نزنه سمت شما، ولی شما با پهپاداتون بیاد فرمانده‌ها رو بزنید، بیاد دانشمندا رو بزنید، بیاد سپاهی‌ها رو بزنید. بعدش هم گفتن گاز ترکیده. یعنی ما اونقدر دیگه ترکیده گاز داریم در طول این چند وقته گذشته. ببین اگه دقت کرده باشید یعنی لامصب این سیستم داخلا خیلی سیستم جالبیه. اگه یه زاویه دیگه نگاش بکنیم، تو این 12 روز جنگ اصلا قطعی برق تو ایران اتفاق نیفتاد. میدونید دلیلش چی بود چرا قطعی برق اتفاق نیفتاد؟ به خاطر اینکه ماین برای بیت کوین و چیزهای مختلف نمی‌کردن. یه سری از این آدما در رفته بودن، دستگاه ماین هم خاموش کرده بودن. این دلیل اول بود. بعد تا حالا با خودتون سوال کردید ببینید ما 10-15 سال پیش که من تو ایران بودم اصلا قطعی برق وجود نداشت، اما اون موقع همه دستگاهایی رو استفاده میکردن که مصرف برقشون 10 برابر مصرف الان بود. ببین درسته ما الان میزان خشکسالیمون 5 برابر بیشتر از 10 سال پیش بوده. یعنی ما 5 برابر خشکسالی تر شدیم. یعنی چی؟ یعنی میزان تولید برقمون 5 برابر کاهش پیدا کرده. اما طبق آمار خودشون ما در طول این 10 سال گذشته مصرف دستگاه پر انرژیمون هم 10 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی باز ما 5 برابر جلوتریم. 20 سال پیش لامپای گردی بود شبیه اون لامپ، اونا که اصلا خدا تو مصرف. الان یه لامپ چوسکی اومده 20 کیلووات، 10 کیلووات، 15 کیلووات برق مصرف میکنه. اون لامپا 200 کیلووات بود، یعنی 10 برابر مصرف برقش. اما ما با این حال می‌دیدیم که همه چی این سیستم همه چیش میخوام بگذاریم. میخوام برسیم به اون قضیه که
اینا اومدن و صحبت اینو کردن، گفتن که آقا جاسوس اصلی کیه، یعنی اون کسی بوده که گفته آقا تو زمان مناسب بیان و این عمل انجام بدن. حالا این قضیه چه اتفاقی میفته؟ تأثیر روانی داره این جنگ و این آتش بس. مردم ایران با یک ترس دائمی زندگی میکنن، ترور، انفجار، حملات پهپادی و بعدش هم گفتن که آقا ما سیستم ما همه چی شوکه بوده، گاز ترکید. موضوع دوم هستش که اعتماد به پدافند هوایی کاملا از بین رفته. حتی در بین فرمانده های رده بالا یک اضطراب امنیتی عجیب ایجاد شده. نفر بعدی کیه؟ تو همین حین اسرائیل و آمریکا هم با خیال راحت دارن پروژه های اطلاعاتیشون رو تو عراق و لبنان و سوریه و حتی داخل ایران انجام میدن. برای همین بود من چند وقت پیش یه ویدیو منتشر کردم، این قضیه رو تاکید میکنم، یعنی جنگ بعدی که ادامه جنگ 12 روزه بوده ترور خواهد بود، چون دیگه اسرائیل لازم نداره جنگنده بلند کنه. جنگنده بلند کنه کجا رو بزنه؟ جایی مونده. فقط هدفش دیگه میشه حذف هدفمند، فروپاشی اقتصادی و انقلاب. لازم نداره پایگاه بزنه، زد که فوردو رو بزنه، زد هسته‌ای ها رو زد دیگه. پس اون آتش بسته براش خوب بود، گفت خب من جنگنده که دیگه لازم ندارم بلند میکنم، فقط ضررش اینه که این موشک میزنه زارت میزنه تو خونه های ما، چون ایرانی‌ها بیرحم میزدن. یعنی موشکایی که ایران سریای آخر زد، ببین ایران از ته انبار شروع کرد اومد جلو موشک زدن. یعنی خود رسانه‌های خارج از کشور گفتن که بعضی از این موشکایی که ایران زده بود روی سال ساختش نوشته بود 2000، یعنی مال 24 سال پیش بوده. یعنی موشکایی بوده که ایران معمولا وقتی موشکا دارن به تاریخ انقضاشون میرسن یا اصطلاحاً میگن که اینا ممکنه که عملیاتشون قوی تر نباشه، برای رزمایش استفاده میکنن. اینا ما ببینیم ایران هم زد، خیلی از خونه های اونا رو آورد پایین دیگه. ایران میزد، مسکونی می آورد پایین، هر جا که گیرش میومد میزد می آورد پایین. میگفت آقا اون داره دانشمندای منو میزنه، داره سردارای منو میزنه، منم بیرحمم، میزنم مردمش رو نابود میکنم. برای همین اسرائیل داره میگه که ایران میخواد ما رو نابود بکنه، چون ایران هم دقیقاً هم با همین نیت زده بود موشکاشو که بزنه بیاره پایین. حالا چاشنیش یه مقداری گندگوزی این چیزا هم بود دیگه، تعارف نداریم دیگه، بین همین بود دورم. اما آینده جنگ سوال مردم، آیا باز خواهد گشت؟ آیا دوباره جنگ میشه؟ پاسخ واضح و روشنه، دیگه نیازی به جنگ رسمی نیست. جنگ الان در مدل جدیدش داره ادامه پیدا میکنه، جنگ هوشمند، نامرئی، اطلاعاتی و ترور محور. ایران حتی اگه بخوادم پدافندش رو بازسازی بکنه 6 تا 1 سال دیگه زمان بیاره و تو همین بازه زمانی اسرائیل با پهپادش هر کاری که بخواد میکنه. در واقع آتش بس به نفع اسرائیل بود و به ضرر کامل ایران. توجه هم کردید دیگه. این نکتهش هم باید ببینیم، زمانی که جنگ ایران و عراق بود فت و فت مردم شهید می شدن، مدایای آهنگران و نمیدونم کویتی پور رو مینداختن اون جلو، ملت رو جو زده میکردن شیرجه بزن رو مینا اینا. حالا یه عدهشون هم قلبی این کارو میکنن، یه عدهشون احساسی، طرف شناسنامه داداشش جل میکرد بره جبهه. اینا رو هم بعد ببینیم که بعضی عاشق وطن بودن، بعضی هم جو گرفته بودشون رفته بودن. اینا دوتا رو بعد تفکیک کنیم از هم دیگه. و خیلی هاشون سربازای پرورش دیده زمان شاه بودن و شده بودن اینا و رفتن واسه خاک و ناموس و وطنشون جنگیدن. وقتی که مردم داشتن شهید می شدن 8 سال جنگ و طول دادن، اما وقتی سردارای خودشون داشتن ترور می شدن 12 روز کار جمع کردن. پس یادتون باشه این قضايا همیشه تو سیاست تعارف نداره، هر جا به ضرر خودشون باشه میرن. پس جاسوس کی بود؟ اونی بود که گفت آتش بس. چون که آتش بسی که ایران رو خلع کرد نه از لحاظ نظامی بلکه از نظر قدرت پاسخ به حملات آینده. ترور هنوز ادامه داره، فضا امنیتی ایران همچنان متزلزله، هیچ بعید نیست همین حالا مثلا تو دارید این ویدیو رو میبینید چند تا پرواز شناسایی مثلا اسرائیلی بیان بالای تهران مثلا همین کار بکن. و اینکه سوال منم از شما چیه؟ به نظر شما جاسوس واقعی کیه؟ آیا اصلا چیزی به اسم پیروزی ایران تو جنگ 12 روزه وجود داشته؟ یا اینکه اسرائیل برنده شده؟ به حال شما هم قسمتی از اون جامعه اید و اجازه داده راجع به اون جامعه نظر بدید. این موضوعات مهمی هستش که باید بهش بپردازیم. حتما ویدیو بعدی من رو هم ببینید که
نکات مهمتری از زوایای دیگه بهش خواهیم پرداخت. مرسی که تا این لحظه با ما همراه